أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة
بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کلی برادران خوب است انشاءالله، احوالاتتون خوبن، زندگیتون خوبن برادران. الله سبحانه نگهبانتون باشه، خداوند در حمد و جانتون برکت چه عطا کنه. الله سرفرازی دنیا و آخرت برای یک و یکیمون نصیب بگردانه. چند غزلی هست که باید ثبتش کنیم انشاءالله، که یگان میسره ها شما انشاءالله که زمزمه میکنیم، پیشکش شما میکنیم که چگونه هست، چگونه قبول میکنیم انشاءالله که ثبتش میکنیم. کسی از زندگی دل کندگی نیست، بخیلی هست و فعلی بندگی نیست، مگر اعمال ما شرمندگی نیست. همین دنیا کرایی گندگی
گندگی نیست. کسی بالا رود پایان نماییم، بیخندیم دیدش گریان نماییم. ستم بیلموده و فرمان نماییم، همین دنیا که رایی گندگی نیست. کشیم آرزوی یکدیگر را، کشیم آرزوی یک نفر را، روا بینیم برای او خطر را. نماییم طعن لنگو گنگو کرا، همین دنیا که رایی گندگی نیست. انشاءالله برادر خدا خواسته باشه که ثبتش میکنیم. بعدا غزل بعدی چند مصرعش براتون پیشکش میکنم. هر کجا لب میکشایی تو سخن دانسته گوی، با غرور و خودنمایی تو سخن دانسته گوی. هر کجا لب میکشایی تو سخن دانسته گوی، با غرور و خودنمایی تو سخن دانسته گوی. چون سخن ما نندی تیری کی زند بر قلب کس، در زمینی یا سمایی تو سخن دانسته گوی. حرفی زیبا از دلی پاکیزه آید بر زبان، دل سفیدی دل سیاهی تو سخن دانسته گوی. انشاءالله که این شم خدا خواسته باشه ثبت میکنیم. درباره پدر نکته دیگر هست، انشاءالله این امنیتی ثبت کنی داریم. انشاءالله که همیشه دعاگو هستیم. خداوند سبحان کلی غریبا را در عمر جان برکت عطا کنه. خداوند سرفرازی دنیا و آخرت براشون نصیب گردانه. پروردگار با غنیمت زیاد به نزد پدر و مادر خویش اقرباشون الله سبحان باز بگردانشون. آمین یا رب العالمین. خدایا قبلگاهم را سپردم من به درگاهت، منور کن تو قبرش را چون خورشید و آن ماهت. این راستی رنگ یعنی آهنگی که نو ثبت کردیم وزیره. بخاطر آور ای مؤمن همان روزی قیامت را.
حاجی رسول یک دعاتی الله سبحان خداوند حاجی برادر در عمر جون برکت عطا کنه. خداوند سبحان حج مقبول بگردونه. پروردگار به تمام خواسته های قلبش برسونش. آمین یا رب العالمین. خدایا قبلگاهم را سپردم من به درگاهت. منور کن تو قبرش را چون خورشید و آن ماهت. خدایا بلبلش گردان به نزدی منکر و نکیر، که هر دم بر زبانش بود صفاتی ذکری اللهت. خدایا چون رحیم و بی زوال و لامکن هستی، سپردم من عزیزی قلبی خود را در پناهگاهت. سوره خون برادر انشالله میخونیم خارج جان انشالله. تکاثر. سوره تکاثر انشالله برادر. سوره ضحی را میخوانیم. اولا برای که برادر بالاتر نویستن، آنهایی که نویسن ما نخواندیم عذر زیاد. سوره یوسف گوتی سه برادر دیگر. سوره یوسف نمیدونم باور که خیلی شید که انشالله که حرکت میکنیم. من منظور شما رو فهمیدم که مقصد باید با کدام صدا و با کدام چی باشه. انشالله که حرکت میکنیم. همون جای لازم بود برای شما لازم هست خیلی برادر. سوره یوسف الله سبحان برادرایی که در زندان هستن خداوند سبحان برکتشون عطا کن. خداوند برایشون صبر عطا بفرما. پروردگار با سر بلندی زندان آزادشون بساز. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرمون عزت الله را الله سبحان نگهبان باشه. خداوند کلی برادرانی که در غریبی هستن الله سبحان برکت اولا در عمر جانشان، در کسب و کارشان. پروردگار با سربلندی با سرفرازی با غنیمت زیاد نزدی پدر و مادر اقربا و خویش تبارشان باز بگردانشان. آمین یا رب العالمین. خداوند برادرم در راه دین الصراط المستقیم استوار کنه. خداوند سبحان کلی برادران غریبه الله سبحان برکت به عطا کنه در زندگیشان، در عمر جانشان. خداوند به سرفرازی بروی خاندانشان و با غنیمت زیاد باز بگردانشان. آمین یا رب العالمین. خب وقت من کمتر برادر عزیز. انشالله سوره تکاثر رو میخوانیم بعدا ما خارج میشیم. الله سبحان برکت عطا کنه. انشالله دعا کردیم برادری برای غریبان. الله سبحان باز هم دعا میکنیم خداوند نگهبانشان باشه. هر یک برادری غریب خدای سبحان نگهبان باشه. خداوند برکت در عمر جان در خاندانشان عطا کنه. خداوند با سرفرازی با غنیمت زیاد به نزد پدر و مادر اقرباشون الله سبحان باز بگردانشون. آمین یا رب العالمین.
خداوند سبحان برکتان عطا کنه برادرها که با ما هستین. الله سبحان همیشه یار و مددگارتون باشه. خداوند سرفرازی دنیا و آخرت برای یک و یک شما نصیب بگردونه. آمین یا رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. الله سبحان برکتون عطا کنه. خداوند سبحان زنده و سربلند باشه. انشاءالله که الله برکتون تی برادر عزیز. خداوند در عمر جانتون برکت عطا کنه. راستی امروز ثبت کردیم کمتر از 100 هم خسته به حساب می روند. انشاءالله که خدا خواسته باشه با یگان وقتای مناسب و پریمای فیلم میکنیم. انشاءالله که در خدمت آن هستیم برادر عزیز. الله سبحان نگهبانتون باشه برادرمان. اهل دین جان الله سبحان نگهبانتون. خداوند سبحان برکت عطا کنه در زندگیتون. خداوند سفری به خطر براتون نصیب بگردونه. خداوند ساخت سلامت به نزد پدر و مادر خویش تبارک دوستا و اقرباتون الله سبحان برسانتون. آمین یا رب العالمین. منت داریم برادر برای سخنهای زیباتون. برای از کل برادران منت داریم برای سخنهای نوشتتان. پروردگار برکتون عطا کنه. اون نفرایی که مقصد نوشته هاشون ندیدیم عذر زیاد میخواهیم و خداوند نیکبختی و سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه. خداوند هر خواسته که از خالق ما دارین پروردگار برآورده خیرش بگردونه. آمین یا رب العالمین. زنده و سربلند باشه. راستیش همی پیشتر بعدی نمازهای شام ثبت کردیم کمتر از 100 هم خسته به حساب می روند. انشاءالله با یگان وقتی مناسب که خدا خواسته باشه انشاءالله که با در خدمتان هستیم برادرها.
خداوند یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند در رحم و جانتان برکت عطا کنه. الله سبحان هر خواسته ای که از خداوند داره بروردش بگردانه. خداوند هر کی را مراد است، مقصود است، حاجات است، الله سبحان برآورده خیر بگردانه. خداوند به تان خواسته های قلبتان برسانتان. امین یا رب العالمین. زنده و سربلند باشید. انشالله که عزت خدا خواسته باشه با همینجا هستیم انشالله. خداوند نگهبانتان باشه. نفرایی که 29 نفری که با ما هستن خداوند نگهبانتان باشه. خداوند در امر جانتان برکت عطا کنه. خداوند به تمام خواسته های قلبتان که در قلب های شما چی هست که را الله سبحان خودش میدانه، الله سبحان با اون خواسته های قلبتان برسانتان. امین یا رب العالمین. زنده و سربلند باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.